فرخنده ملکزاده دختری که درست 1 سال قبل از امروز از سوی افراد خشمگین در ساحه مرکزی و پرازدحام شهر کابل به قتل رسید و جسدش آتش زده شد. حادثه قتل فرخنده مردم را در داخل و بیرون از کشور شوک زده کرد، چنانچه فعالان حقوق زن میگویند وحشت و ظلمی که در برابر وی صورت گرفت در قلب تاریخ افغانستان جاویدان خواهد ماند. شمار زیاد از فعالان زن، فعالان حقوق مدنی در سرک فرخنده در برابر منار فرخنده جمع شده و از نخستین سالگرد درگذشت فرخنده تکمیل اشتراک کنندگان بر یک نقطه تاکید دارند، این که اگر محاکم ببخشد مردم افغانستان نخواهد بخشید. روز پنجشنبه صدها تن از فعالان مدنی و فعالان حقوق زن در جاده فرخنده در پای منار ساخته شده وی جمع شده و بار دیگر خواستار تطبیق عدالت در قضیه وی شدند. 2 تن از فعالان مدنی به رادیو آزادی گفتند همیشه ما قربانی خواهیم داشت و مجبوریم که به خاطر عدالت خواهی، به خاطر دادخواهی بیایم و بریم با جلوی ارگ یک تحصیل کنیم، یک خیمه بزنیم. واضح هست که خود نهاد عدلی و قضایی افغانستان با مو کشمکش‌های سیاسی، با مو زدبندهای سیاسی و با مو فساد اداری که آلوده هستند به شکل اساسی نتونستن قضیه فرخنده را بررسی بکنند. گذشتن از جاده فرخنده و ساحه شاهد و شمشیره خاطرات فرخنده را تازه می کند. اخیراً پس از سپری شدن نزدیک به 1 سال قضیه قتل فرخنده نهایی شد، اما فعالان مدنی میگویند قضیه وی به گونه درست بررسی نشده و عدالت در این زمینه تطبیق نگردیده است. فعالان مدنی به روز پنجشنبه مراسم یاد بود از نخستین سال روز قتل فرخنده را در نزدیکی شاهد و شمشیره، جایی که وی به قتل رسیده بود، و در پارک شهر نو کابل برگزار کردند. اما این که یک زن در برابر چشمان پلیس و در چند صد متری ارگ ریاست جمهوری کشته می شود و فیصله های محاکم نیز با واکنش فعالان زن روبرو می شود و حتی رئیس جمهور غنی دستور بازنگری آن را می دهد، به چی معناست؟ سیلای غفار، یک تن از فعالان مدنی و سخنگوی حزب همبستگی افغانستان، در این باره چنین گفت: خب ما هیچ وقت از حکومت انتظار نداشتیم که اینا به قضیه فرخنده و همچو قضایا مخصوصا وقتی که مسئله زن افغان در میان باشه رسیدگی کنه. به میال میبینیم وقتی که حکم نهایی اعلان میشه و اشرف غنی که باز خواب خرگوشی رفته، بعدا دستور بررسی مجدد قضیه رو میده. بنان ثابت میسازه که اینا فقط ده حرف و شعار از حقوق زن گپ میزنن. در پایان نشست اشتراک کنندگان به چند چیز بسیار مهم تاکید داشتند. اول این که بر دادخواهی هایشان ادامه میدهند. دوم این که تا حال آنچه در محاکم افغانستان صورت گرفته عادلانه نیست و هنوز هم قاتلان فرخنده آزاد گشت گذار میکنند. و سوم این که از سران حکومت میخواهند تا بار دیگر قضیه فرخنده را بازنگری کنند و عدالت تامین کنند. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.